به نام حضرت دوست که هر آنچه از او میرسد، هر آنچه از او میرسد نیکوست، به شرط آگاهی. سلام عرض میکنم خدمت همه انرژی های روشن عالم هستی. طیبه غفوری هستم، دانش آموخته دکتر بیتا حسینی عزیز و بزرگوار. به مناسبت روز زن، روز مادر، به فرمایش استاد فرهیختم اومدم تا نکته‌ای رو به همه مادران سرزمینم بگم. عزیزان دلم، حتما اون 2 اسلاید رو خوندید. چقدر خوشگله. اسلاید مادر قدیمی رو هم حتما خوندید و دیدید که چقدر قشنگ نوشته. حالا نگاه کنید اسلاید بعدی رو. حالا که مادر تغییر کرده، در مقابل طرحواره‌های دخترش یه چیز جدید به خودش میگه. خواهش میکنم اینو با دقت زیاد بخونید. بی‌نظیره. وقتی که مادر درمان شده، وابستگی بی‌کفایتیش درمان شده، خود تحول نیافتش درمان شده، دوباره دختره داره آرایش میکنه شدید که تا نصف شب بره بیرون و دوباره زده همه چی هم شکونده. مامانم حالش بده. ببینید این دفعه به خودش چی میگه وقتی درمان شده. میگه که اصلا این نیست که من تا حالا فکر میکردم. من باید خودم رو زیر پا له کنم، پادریشم، برای اینکه دخترم تو جامعه آسیب نمیره. اصلا این تفکر عوامانه است. من تو خودآگاهی فهمیدم خانواده من به خوب گوش کنید. خانواده من محل تمرین و پرورش وجود منه. دختر من کسیه که همون داستان مثلث حکمته. اینا کیان، اینجا کجاست؟ کسانی که من باید باهاشون تمرین کنم. خانواده من محل تمرین و فراروی منه، محل پرورش سطح آگاهی منه، نه جایی که من توش ذلیل و خوار بشم به اسم کمک به بقیه. من میخوام تو خانوادم عاشق و مهربون بمونم، بازیگوشی کنم. همسرم وقتی تو خیابون راه میریم دستمو بندازم پشت کمرش، وقتی که دلگیره دستشو نوازش کنم، وقتی داره حرف میزنه با موهاش بازی کنم، عاشقش باشم. وقتی روبرو دخترم هستم بهش نگاه کنم، توجه بهش بدم، تحسینش کنم، بهش بگم چه فرصت بی‌نظیریه که اونو دارم تو این زندگیم. من مادر عاشق و مهربونم، پدر عاشق و مهربونم، اما داره خانواده جایی نیست که من توش نابود کنم خودمو به خاطر نجات دیگران. خانواده هم برای آقایون هم برای خانوما محل تمرینه، محل تمرین و پرورش سطح آگاهی منه و من کنار عزیزانم خود حقیرم رو یواش یواش تمرین میکنم بذارم کنار. به این فلسفه. مامان تو اسلاید قبلی شروع میکنه روبروی همین دختر که آدم سختشه، محل تمرینشه، با صدای محکم و انرژی قاطع و تصویرهای جدید روبروش وامیسته، پیامدهای رفتارش رو بهش میگه. نگاه کنید چقدر قشنگه. دخترم، من نگران توام که این تایم داری میری بیرون. ببین احساسم رو گفتم، غر نزدم. اضطراب دارم، نگرانم، احساس میکنم نه به خودت اهمیت میدی نه به من. احساس میکنم غرورم آسیب میبینه وقتی منو نگاه نمی کنی و دلم میخواد، ببینید، درخواست تغییر رفتار میدم به جای غر زدن. دلم میخواد دخترم که به اندازه کافی درس بخونی، به اندازه کافی هم لذت ببری. مادر، به نظر خودت اگه این روند رو ادامه بدی به جای خوبی میرسی؟ ببینید پرسش سقراطیه. و در نهایت هر جایی بری و هر کاری کنی، اگه به کمک من احتیاج داشتی من برات هستم، چون مامانتم. وای، یعنی خودم واقعا تو این 4 موردی که نشستم عمیق فکر کردم، خودم رو جای اون مامانه گذاشتم کامل. گفتم اگه خودآگاه نباشه اینا رو میگه، اگه خودآگاه باشه اینو میگه. از این به بعد همچین مامانی بشید. 1.
خانواده محل پادری شدن مامان باباها نیست. محل تمرین آگاهی ماست. دوم، اگر ما رو نمیبینن به خاطر اینه که زبان تنمون مشکل داره، صدامون شله، بدنمون صف نیست، خودمون به خودمون بهانه میدیم. سوم، میخوایم مهربون ترین مادر و پدر باشیم اما قانونم بذاریم. زورمون نمیرسه؟ خیلی خوب، اشکال نداره. این چیزایی رو که یاد گرفتیم و میگیم. روبروش وای میسیم مثل یه آدم حسابی. پیامدهای رفتارش رو بهش میگیم. اول میگم من این احساس رو دارم وقتی تو این کار رو میکنی. بعد درخواست تغییر رفتار میدم. به نظرم بهتره این کار رو هم بکنی. بعد پرسش سقراطی مطرح میکنم. به نظر خودت اگه همین جوری بری جلو 5 سال دیگه کجا وایسادی؟ و در پایان میگم که فکر میکنم اگه این کار رو که میگم بکنی احساس بهتری به خودت پیدا میکنی. اما حتی اگه انتخاب تو این نباشه، من مامانتم یا من باباتم. همیشه رو حمایت من میتونی حساب کنی. پس دوستای ارزشمندم، هر وقت هر کسی اذیتتون میکنه، اول یادت باشه خانواده کجاست. رو زبان تن خودت کار کن. به جای غر زدن، ابراز احساس، درخواست تغییر رفتار، پرسش سقراطی و در نهایت این که من همیشه حمایتگر هستم. ببینید چقدر قدرت و پرستیژ میده به یه آدم این مدل رفتار، تا اینکه واسیم روبرو بچه‌مون غر بزنیم اینجوری میشی، آینده تو تیره و تار میبینم، تو آخرش منو دق میدی، من میدونم هیچی نمیشی، تو بدبخت میشی منم بدبخت میشم. آقا نشد که. زندگی خودآگاهی زندگی متفاوتیه. دنیا به زنانی از جنس دیگه نیاز داره. امیدوارم همیشه در کنار هم شاد و آگاه زندگی کنید. همتونو به خدای بزرگ میسپارم.